والا صبح شد دیدیم جنگ شده، جنگ واقعی ها، یعنی جلومون موشک میخورد طبقه بالایی خونه آقای مصطفی اینا و ما مردم بیچاره که طبق معمول داشتیم ماستمون رو میخوردیم با یه تصمیم جمعی ماستامون رو کیسه کردیم و با یه چمدون تن ماهی زدیم از تهران بیرون و دیدیم بیرون بدتره، نه حتی سمنان که وجود خارجی نداره داشت میخورد. فکر کن فرار کردی توی دشتی، نگو زیرزمین همونجا 200 کیلو اورانیوم داره تو قابلمه غنی میشه و ممکنه یهو موشک بزنه و تو هم باش غنی بشی. خلاصه گفتیم برگردیم همون تهران، چون حداقل تا حالا تو زیرزمینمون از این آدم شیمیایی‌ها ندیدیم که از این لباس سر همین زردو بپوشن که تو بریکینگ بد بود و از اونجایی که آسانسورمون هم همش خرابه بعید آدم کله گنده‌ای تو ساختمونمون باشه. البته کلی چیزام یاد گرفتیم، مثلا موشک توسط لانچر پرتاب میشه، در صورتی که من فکر می‌کردم پشتش یه فتیله داره که روشنش میکنه، مثل این موشکای توی اون گرگه بود تو میگ میگ. آره خلاصه داشتیم به صدای بمب و ترشح دوپامینش عادت میکردیم که یهو همه چی پاس شد، هیچی، تمام، مثل یه فیلم جنگی که اسقر فرهادی نوشته باشه. نمیدونیم خوب شد، بد شد، تموم شد، شروع شد، اصلا یه حال مبهم، انگار ساعت 7 بعد از ظهر یهو از خواب پا میشی. البته نگران نباشید، ما تو خاورمیانه کلا زود عادت میکنیم.